همینجاست. سال هاست که همینجوری مونده. خاله حمیده تا حالا از اینجا حرف نزده بودی؟ من یه پیرزنم که پر از سورپرایزم. راه بیفتی. اینجا فوق‌العاده است. خوشحالم خوشت اومده، چون که میخوام اونجور که تو دوست داری اینجا رو بسازیم. من بگم؟ آخه من سر در نمیارم که. محصولات ارگانیک زیادی داریم. میخوام همه اونا رو اینجا به نمایش بذارم و میخوام همه رو یه مارک کنم و اینجا به فروش برسونم. فکر خوبیه. راستش چیز میتونه باشه، یعنی میشه یه نمایشگاه ارگانیک اینجا تأسیس کرد، چون این چیزا خیلی مده. یعنی اگه اینجا یکم تمیز و جمع و جور بشه، همیشه یه فروشگاه بزرگ بزنیم و همیشه چند تا غرفه بزنیم، محصولاتمون رو تبلیغ کنیم. خوبه، خیلی هم خوبه. انگار تو هم چیزای طبیعی تغذیه میکنی. من زیاد از چیزای طبیعی سر در نمیارم. من یه تست پنیر خیلی مشهور. البته خب تغذیه های ارگانیک هم خیلی مهمه. زود باشین، فکر کنین. فکر میکنم. آقای جان، من مزاحمتون نباشم، شما عکستون رو بگیریم، بعدش من میام فکر میکنیم. باشه دوباره برمیگردم. نه جونم، مگه میشه؟ این چه حرفیه؟ در اصل من مزاحمم. من میرم تو فکر کن. بچه ها، من اصلا وقت ندارم. زود باشین ببینم. شماها فکر کنین، موفق باشین. بذارین کمکتون کنم خاله. مراقب باشین. دختر خیلی خاصیه که به این راحتی ها پیدا نمیشه. تو رو خدا خاله حمیده، دارین چی میگی؟ زود باش، یکم کار کن. ما خیلی زود کارمون رو انجام میدیم خاله جون، باشه؟ چیز دیگه یه موند؟ به نظرم که نمونده. واقعا جای فوق‌العاده‌ایه. 2-3 ماهه بازش میکنه. آره خیلی خوبه، مطمئنم که خیلی خوب میشه. آره راستی تو دیگه از فردا نیستی، یادم افتاد. سنم پس برای چی اومدی اینجا؟ ها؟ سردر نمیاد؟ چون نتونستم به حمیده خانم نبگم. نتونستی بگی نه؟ دیگه میتونم برم آقای جان؟ میخوای دیگه این سوال از من نپرس. آقای جان، انگار در گیر کرده، باز نمیشه. در گیر کرده؟ چجوری گیر کرده؟ ای بابا. وایسا اینو بگیر. این گیر نکرده، یکی قفلش کرده. درو باز کنین. خاله حمیده. الو خاله حمیده، یکی در قفل کرده، ما اینجا گیر افتادیم. ای داده بیداد، یادم رفت بگم اونجا بعد از ساعت 8 تعطیل میشه. الان به نگهبان
زنگ میزنم. البته نگهبانم خونش ازمیته، خیلی طول میکشه تا برسه. ای بابا. خیلی خوب، باشه فهمیدم، کارش نمیشه کرد دیگه، منتظر باش. الان زنگ میزنه نگهبان، اما یکم طول میکشه تا برسه، باید اینجا منتظر بمونیم. باشه نمیشه کاریش کرد. یکی 2 ساعت منتظر میمونی، بعد در رو باز میکنی. باشه؟ چشم خانم. خدا کنه خیر باشه. هوا تاریک شد اما هنوز نیومده. آقای جان. از دست تو جان، از دست تو. آقای جان. آی به خدا ذره ترک شدم آقای جان. منم این نور رو میکشی کنار، عین خرگوش اینجا گیر کردم. خیلی ببخشید. انگار برق اضطراری هم ندارم، باید تو تاریکی بمونیم. کنار اون پنجره کبریت بود، رو اون دیوارم یه مشعل گازی هست. ببین تو از کجا؟ راستی یادم رفت، تو حافظه تصویری خوبی داری. البته باشه گفتی کجاست؟ اونجا. اون خیلی بلنده، چطوری روشنش کنی؟ نه فکر نکنم قدتون برسه. بیا رو کولم، یعنی من کولت کنم، بلندت کنم، روشنش کنی دیگه، اینجوری بهتره نه؟ نه آقای جان، من از اون بالا میافتم. میافتی؟ چند روز پیش از طبقه دوم پریدی پایین، از این ارتفاع میافتی عزیز من؟ حلش میکنی، مشکلی نداره، زود باش بیا دختر، چیزیت نمیشه، زیاد بلند نیست، فقط مراقب باش پاد نشکنه. همین. خوبی؟ آماده ای؟ شروع میکنم. حلش میکنم. باشه زود باش. ببین آقای جان یکم به چپ یکم دیگه. حله. گرفتم. بدش من. آقای جان از دستتون خون میاد، چی شده؟ احتمالا وقتی دنبال لامپ میگشتم دستمو باریدم، چیز مهمی نیست. امیدوارم که تو شیشه نمونده باشه. نمیدونم، اونو بدش من. گفتی کبریت اون بره؟ درسته؟ آره اونجاست. من احتمالا باید کرم کانترون داشته باشم. فکر کنم این کرم خیلی براتون خوب باشه، لااقل میکروبا رو میکشه. برای زخمتون خوبه. باشه، اگه برای زخمم خوب باشه بزن. امشب آخرین شبمونه. آره آخرین شبه. از فردا دیگه من نمیبینمت. صورت زیبات و صدای قشنگ تو. دوست دارم دستمو دراز کنم. اگه دستتو دراز کنی دیگه هیچ وقت ولش نمی‌کنم. صدام در نمیاد. اون همه دروغ منو از تو تا ابد جدا کرد. صدام در نمیاد. منو نمیخوای. اگه واقعا دوستم داشتی نمیرفتی. اگه واقعا منو میشناختی هیچ وقت منو دوست نداشتی. اگه چیزی هم داشتم که میبستیمش خیلی خوب میشد. خب راستش یه چیزی هست تو جیب پشتمه.
این دستمال گردن توه، میخواستم بهت بدم. تو ساحل جاش گذاشته بودی. میخوای از این استفاده نکنی؟ میبردم براتون. ببخشید که دیر اومدم جوونا. مشکلی نداره. بیایم بیرون. مشکلی نداره. الان میام. من کیفمو بردارم. آقای جان متوجه هستین داریم با سرعت 40 میریم؟ آره سرعت مجاز همین قدره. تابلو شد دیدم. باشه. باش. خیلی ممنون. سنم این مال تو، هدیه خداحافظی، یعنی به خاطر خداحافظی از شرکت. وقتی رفتی خونه بازش کن. چرا زحمت کشیدی؟ اصلا نیازی نبود. سنم اگه به من مربوطه، یعنی اگه بودن من تو شرکت تو رو ناراحت میکنه، من دارم میرم خارج از کشور. برای همین نیازی نیست کارتو بری کنی. واقعا داری میریم خارج از کشور؟ آره؟ کی؟ به زودی. دیگه انگیزه‌ای برای موندن ندارم. تو دختر خاصی هستی، باهوشی، خلاقی، با مزه، اکتیوی، خصوصیت خاص زیادی داری. اگه کارتو ول نکنی به جاهای خیلی خوب میرسی. به این فکر کن. من که دارم میرم، وقتی رفتم بهت خبر میدم. تو هم اون موقع تصمیم بگیر. باشه؟ آقای جان البته اگه نخوای جای دیگه ای کار کنی گفتم. حتما باید بریم، یعنی حتما میخواین که بریم؟ شب بخیر سرم. امیدوارم تو زندگی همیشه موفق باشی، چون تو لایق بهترین ها هستی سنم. شب بخیر. شب بخیر. Senin derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak, karışacak köklerini görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama düş
düşlemek bambaşka. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. نویسندگی رو رها نکن، رویاها تمام. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. الو آیهان، میتونی بیای پیشم؟ من خونم، بهت احتیاج دارم. Al çünkü özlüyorum. اگه بگی برو میرم و دیگه منو نمیری. یعنی اگه بودن من تو شرکت تو رو ناراحت میکنه، من دارم میرم خارج از کشور. واقعا دارین میرین خارج از کشور؟ کی؟ به زودی. نه فردا ساعت 5 خوبه. دقیقاً. آره من این روزا زیاد نمیخوابم. مشکل نیست. از ساعت 11 میرسم. آقای جان، اینو از آژانس هواپیمایی فرستادم، انگار مال شماست. ممنون. خیلی ممنون. سنمسی، آبجی جون، چی شده؟ وقتی صدا تا اونجوری شنیدم انقدر نگران شدم که این چیه؟ آقای جان داد برای خداحافظی. وای سنم، یه هدیه شاعرانه از جان دیوید، خیلی رامانتیکه. گفتی این چیه؟ نامه خداحافظی؟ آقای جان داره میره خارج از کشور، فردا ساعت 5 صبح پرواز میکنه. یعنی چی داره میره؟ برای همیشه داره میره؟ آره. من میرم. کجا میری؟ پیش آقای جان. دختر میخوای بری پیش جان چی بهش بگی؟ میگم نرو، میگم من بدون شما نمیتونم زندگی کنم. نمیدونم هرچی به ذهنم برسه میگم دیگه. ببین سنم، اگه این بار بهش بگی نرو بمون، دیگه راه برگشتی نداری. آیهان، برم نمیشه، نرم نمیشه. من میرم. سلام. سلام، من سنمم، تو شرکت آقای جان کار میکنم. من پلین هستم. فکر کنم با جان کار داری ولی خونه نیست. بلین خانم شما هستی؟ بله. باشه، پس اگه آقای جان نیستن من بعداً مزاحم میشم. نه نمیخواد. حالا که تا اینجا اومدی خواهش میکنم بیا تو. نه من واقعا نمیخوام بهتون زحمت بدم. میرم.
این چه حرفیه؟ جان تو راه، یعنی الان میرسه. الان میرسه؟ شما با آقای جان حرف زدین؟ نه حرف نزدم، راستش خواستم سورپرایزش کنم. انگار تو هم کار مهمی باهاش داری. نه چیز مهمی نیست، به کار مربوطه. من بعداً با آقای جان حرف میزنم. بی خیال نرو، تا اینجا اومدی نمیخواد این همه راهو برگردی. بیا با هم منتظرش میمونیم. بیا. احتمالاً هنوز آقای جان نرفته. چمدونش اینجاست. نه اونا چمدونای منن. چمدونای شما؟ یعنی اگه رفته باشم، اگه بفهمه شما اومدین برمیگرده دیگه، درسته؟ فکر کنم میخواین زیاد اینجا بمونیم. آره زیاد به نظر میاد، مگه نه؟ احتمالاً جانم ببینه میترسه، اما یه سری پرونده و مدارک کاریم با خودم آوردم. راستش من تو آشپزخونه داشتم یه چیزایی درست میکردم. تو هم بیا یه چیزی بخور. نه اصلا واسه چی من اومدم تو؟